دوستان عزیز، طبقی که شما میبینید مسیر را قبل از کار سرک کلن به می سختی ها و مشکلات را داشت. حتی مسیر پیاده روی هم بسته بود و فعلا به حمدالله به همت خیرین و دلسوزان جامعه که سرک به این قسمت رسیده، این قسمت و اینجا تانوز کار نشده که رفت آمد مردم بیش از حد اینجا مشکله و بخیر قرار است که امروز ساعت هم بخیر کار شود تا اسکواتور خود را به اسکواتوری که داخل پروژه قرار داره با او برسانه. یعنی مسیر کار شده با حمایت از خیرین، با همکاری دلسوزان و مردم عزیز از داخل و خارج که